سلام بچه ها، من مستر جوجو هستم. بودیم با این ویدیوی کار بشید. اینا رو من داشتم کاراشو انجام میدادم، سر هم یکم این کاغذ بود. من چند تا گزینه رو گذاشتم داخل این که میبینید. یک گزینه 5 ضربه محکم، نه که مثلا اینطوری کنم جنس اونا تاخ تاخ تاخ، جنس ما 5 ضربه محکم به چیز، به تخته، آره به لپتاپ، 5 ضربه محکم به تبلت 5 ضربه محکم به لپتاپ، 5 ضربه محکم به تبلت. یه ویدیو با روش، شکستن روش، پاره کردن لباس. حالا بچرخونیم. من چشم بستم. اصلا من رومو اونور کنم، شما ببینید. به نظرم اوف یا منظم، یا حضرت 5 ضربه تبلت داره. بیاریم من نشون بدم به دوربین که باور کن. ببینید 5 ضربه به تبلت. اینم دیده میشه. یه شایه گلم میشونین بکنید. زمان باید کنم 5 ضربه به تبلتم. خب مرد و حرفش. تبلت دو، سه، 4، اینم 5. یه خشم روش نیفتاد. حالا این کار رو که انجام دادیم، 5 ضربه تبلت رو زدیم، من برگشتم. من اینو باید تر بذارم. همین نظرم یا ما بزنم. باز میخوام به دوربینم نشون بدم. امیدوارم که 5 ضربه محکم به لپتاپ نیفتاده باشه، یا یه ویدیو با روژ، یا شکستن روژ، پاره کردن لباس. یک ویدیو با روژ داشته باشیم با دیده میشه. از این ورم بگیرم یک ویدیو با روژ. تبلت رو که زدم، یک ویدیو با روژ رو که الان نمیتونم چیز کنم. میدونی شورت بعدیم با روژه، چهره با روژ. خب حالا که تا اینجا اومدیم، یه چیزی رو خواستم بهتون نشون بدم. من برم بیارمش، منتظر باشید.